با سلام و درود خدمت خفاشان شبمون. در خدمت شما هستیم با معرفی یک بازی شبانه دیگه. امیدوارم در کنار خانواده یا دوستانتون یک شب یادماندنی رو رقم بزنید. بازی چشمک یا قاتل به این صورته که 3 نفر به بالا هستش و به صورت دایره‌ای باید بشینید و یک نفر به صورت مخفی به صورت قاتل یا چشمک زن تعیین میشه و کسی از هویتش خبر نداره. زمانی که بازی استارت میشه در زمان مدت معلومی، حالا خودتون مشخص میکنین چند دقیقه باشه، زمان داره که با چشمک زدن به بقیه اعضا بازی رو به اتمام برسونه و به این صورتی که باید به صورت به تک تک بازیکنان با چشمک زدن اون رو از دور خارج کنه و هر کسی که میبینه که به صورت مستقیم بهش چشمک زده شده باید بدون اینکه هویت چشمک زن رو مشخص کنه بگه من از بازی حذف شدم.